پادشاه وزیر را نزد خود دعوت کرد. گفت جناب وزیر، با تو یک سوال پیشنهاد میکنم. 3 سوال دارم. گفت اگر به سوال من جواب دادی پس مرحمت وظیفت را ادامه ده، وگرنه وزارت را خالی کن. گفت کرسی را خالی کن. گفت بفرمایید. گفت خدا چی میخورد، چی میپوشد و چی کار میکند؟ وزیر حیران شد. خدا چی میخورد، چی میپوشد و چی کار میکند؟ 1 ماه وقت به تو گفت. رفت تمام مردم را جمع ساخت. وزیر گفت ایدام الله ها، ای بزرگان علماها، سوال چنین است: خدا چی میخورد، خدا چی میپوشد و خدا چی کار میکند؟ همه حیران میشد. میگن جناب وزیر، و در کجای نامده است این گونه که خدا چی میخورد، از کدام نمودی طعام میخورد، کدام نمودی متاع میپوشد؟ خدا نیاز به اینها ندارد، یا که خدا چی کار میکند؟ و خدا قادر است هر کار که بخواد میکند. همه عاجز بود، کسی نیافت. پادشاه یادآور میشد دایم که وقت کم ماند. وزیر وقت کم ماند. 2 روز یا 3 روز دیگر ماند. در بین به سوی قصر روان بود. خیلی غمگین بود. کشار در درآمدگاه قصر غلامی بود کار کرده ایستاده بود. دید که وزیر غمگین. گفت ای وزیر، چی شد بر تو، چرا غمگینی؟ گفت بپرواگی کرد. باز پرسید که جناب وزیر، شاید من کمک کنم، چی شد بر شما، چرا غمگینید؟ گفت تو غلام کجا و من کجا؟ تو غلام مسئولی مرا از کجا در کنی؟ خیلی خلاصه گپ گفت. گوش کن. گفت سوال کرد که پادشاه خدا چی میخورد، خدا چی میپوشد و چی کار میکند؟ غلام تبسم کرد. گفت سوال آسان است. وزیر حیران شد. چگونه؟ گفت کو گپ زن، خدا چی میخورد؟ وزیر گفت خدا غم بنده میخورد. گفت خدا غم بنده را میخورد، ما بندگان را. گفت خوش به حالت ای غلام. پس دوم سوال، خدا چی میپوشد؟ گفت خدا گناه ما بندگان را میپوشد. بله، خدا گناه ما را میپوشد. گناه را بنده میکند که خدا شرمسار است. گفت سوم سوال. سوم سوال گفت در نزد پادشاه جواب میگویم. هر دو روان میشه نزد پادشاه. پادشاه میگه که کی بر تو کمک کرد؟ میگه که غلام. بعد میگن سوم سوال، هر دو لباس ها را عوض کنید. یعنی غلام لباس های وزیر را میپوشد، وزیر لباس های غلام را میپوشد. هر دو نزد پادشاه وارد میشه. میگه که آیا نمیدانی خدا چی کار میکند؟ خاموشی بود. گفت خدا در یک لحظه وزیر را غلام میکند، غلام را وزیر میکند. گفت این از کار خدا. این بود یک قصه که یک تکان دهنده بود، شاید در زندگی برای شما کمک بشود. و من بعد شعار بکنید که نبینید که کی میگوید، ببینید که چی میگوید. خدا حافظ.